میفرمایند قبر باغچه ای از باغچه های جنت است. قبر برای من و شما، برای برادران و خواهران ما، برای بنده های الله چه وقت باغچه ای از باغچه های جنت قرار میگیرد. زمانی باغچه ای از باغچه های جنت قرار میگیرد که ما در دنیا با رب العالمین آشتی کرده باشیم، با رب العالمین محبت رب العالمین در قلب ما جای گرفته باشد، عشق الله تبارک و تعالی در قلب ما ریشه دوانده باشد. الله تبارک و تعالی را در دنیا باید محبتش حاصل کرده باشیم، محبت کلامش در قلب ما باشد، محبت مسجد و مدرسه در قلب ما باشد. در دنیا رضایت الله را و رضایت رسول الله علیه السلام را اگر حاصل کرده باشیم، اینمی است که باز قبر باغچه ای از باغچه های جنت قرار میگیرد. این در این قبر برای من و شما آسایش میاد. وقتی که در اینجا ما میاییم، عزیزان میرود، اقارب میرود، فرزندان میرود، دوستان میرود، تنها یک و یک خود نفر میماند. نکیر و منکر میآید، سوال میکند من ربک، رب تو کی است؟ اگر ما در دنیا محبت رب العالمین را در قلب ما داشتیم، پیامبر علیه السلام میگه محبت یک شی تو را هم کور میکند و هم کار میکند. اگر محبت الله در قلب ما بود، محبت خالق ما در قلب ما بود، محبت رازق ما در قلب ما بود، محبت رب العالمین در قلب ما بود، در این جهی نه توشکی است، نه جایی است، نه نواسه‌ای است، نه فرزندی است، نه خواهر و مادر، هیچ کسی به همراه ما نیست. در اونجا زبان ما مثل بلبل واری به سخن میآید. ما میگیم الله، من ربک. نکیر منکر گفت من ربک، میگیم الله، رب ما الله است. پیامبر تو کی است؟ اگر ما در دنیا سنت پیامبر علیه السلام را احیا و زنده کرده بودیم، در زندگی ما سنت پیامبر علیه السلام بود، سنت پیامبر علیه السلام را احیا کرده بودیم، میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب دلها پیامبری ما رسول الله است، محبوب دلها رسول الله است. دین تو کدام است؟ دین ما دین اسلام است. دین ما کدام دین اسلام است؟ اینمی است که باز تو وقت حالت وحشتناک، حالت ترسناک، یک انسانی چهره سفید میآید، در پالی ما میشیند، در پالی نفر میشیند. میگه تو کی هستی؟ میگه من رفیق تو هستم. میگه من تو را نمیشناسم. میگه من تو را میشناسم. میگه من رفیق تو هستم، من گریان های تو هستم، من نمازهایی که در تاریکی شب میخواندیم، من نمازها هستم، من سحر خیزی ها هستم، من تلاوت هستم. اما عبادت هایی را کرده بود، گریانی که کرده بود، اشکهایی که ریختانده بود، رضایت رب العالمین را حاصل کرده بود. میگه من تا زمانی که تو را در جنت داخل نکنم، ما از پیش تو نمیرم. خبر چی میگه باز؟ خبر برش خوش آمدید میگه. خبر میگه چی خوش آمدی تو؟ خبر برش میگه ماشاءالله در دنیا تمام انسان هایی که در روی میگشت از کلشان کرده، میگه من تو را دوست داشتم، خوش آمدی، صفا آوردی. کل دنیای نفرایی که در روی زمین میگشت از کلشان کرده من تو را دوست داشتم. این حال سیکو رفتاری مرا به همراه خود سیکو. خبر به اندازه برش فراخ میشه، به اندازه برش وسیع میشه و کلام میشه، تا دیدش کار میکنه خبر برش کلام